سلام عمو. علیکم السلام. حالت چطوره؟ ممنون، خوب. الله بهت برکت بده. صبحت بخیر. صبح شما پر نور و برکت. این موقع صبح اینجا چیکار میکنی؟ دنبال روزی هستم. الله بهت خیر بده. ممنونم. الله بهت روزی انشالله. الله بهت برکت. انشالله. قیمت واکس زدن کفش چنده؟ حدوداً چقدر میشه؟ هر چقدر داری، هر چقدر بدی، نعمت خدا. الله خیرت بده. من فقط 25000 تا دارم. 25000؟ نه، این فقط 250. آره این فقط 250 تاست. رشاد 56 ساله، تمام اموالش را از دست داده است. مجبور است کفش واکس بزند. خب یه دمپایی بپوش که من کفشاتو واکس بزنم. تو بالای چشمام جا داری. الله بهت برکت بده. اما عمو جان من قلبم راضی نمیشه کفشمو بدم واکس بزنی. خجالت میکشم. من 3 تا بچه دارم که باید بزرگشون کنم و وقتی بچه از تو پولی به خود و پولی نداشته باشی بهش بدی نابود میشی. چی کار باید بکنم؟ بچه ها متوجه نمیشن آدم پول داره یا نداره. درسته. بچه فقط میگه میخوام. دیشب پسرم ازم دفتر خواست برای مدرسهش. الان مدرسه ها باز شدن؟ بله. من گفتم درود بر رسول الله، امروز برات میخرم به امید الله. امروز باید 5 تا دفتر واسه پسرم بخرم و 3 تا هم واسه دخترم. اگه امروز درآمدی داشتم میتونم براشون بخرم، وگرنه نمیتونم. الله نیازتو برآورده. الحمدلله. الله به همه فقط بده. همین یه شغل داری عمو؟ بله. یا شغل دیگه هم داری؟ قبل از این؟ بله. سلام علیکم. من سال 2005 برگشتم اربیل. قبلش کجا بودی؟ قبلا دانمارک بودم. تو چند سالته عمو؟ 54 سالمه. ماشاءالله. نه 56 سالمه. آره 56 سالمه. عمر طولانی بده. چند خب وقت این کارو میکنی؟ 4 سال. امسال سال 4م. شغل دیگه هم نداری؟ نه. به نظر من این کار واسه من میتونم به 3 تا زبان ترجمه کنم. ماشاءالله. آره ترجمه میتونم. به چه زبانایی؟ کردی، عربی، دانمارکی. و شما از بیروتی؟ نه من اماراتی هستم. تو قیس هستی درسته؟ تو قیس هستی؟ من؟ نه. یه مرد خوبی هست به اسم قیس، اماراتیه. به هر حال این قیس کیه؟ خب یه برنامه ای داره، من توی اینترنت دیدمش. چی کار میکنه؟ برای رضای خدا به نیازمنده کمک میکنه. الله بهش توفیق بده. الله اونو بقیه آدم خوب و موفق. تو دوستش داری؟ تو قیس رو دوست داری؟ من هیچ وقت کسی رو دوست نداشتم، حتی خودمو، وگرنه الان اینجا تو همچین وضعیتی نبودم. نه باید خودتو دوست داشته باشی. اگه تقدیر آدم این باشه که به مردم کمک کنه، این یه نعمت از طرف خداست. با همین 25 تایی که دارم اگه کوله پشتیمم بدم تمیز میکنی؟ میتونی اونم تمیز کنی؟ زمان میبره، چون اول باید خوب تمیز بشه، بعد میشه واکسش زد. لباسات لک میشن. فقط این که تمیز کردن لازم نداره، فقط قسمتش کثیفه، فقط اینجاش. این کوله پشتی رو قبلا ندیدی؟ نه مثل این نداشتم. خب پس لطفا فقط همین قسمتشو باشه. هر کاری بگی انجام میدم. الله حفظت کنه عمو جان. خیلی وقت این کوله پشتی رو داری؟ داره خراب فقط همین یه بار میشه تمیزش کرد. چرا من فقط همین یه بار بهش واکس میزنم، اما بعدش خراب میشه، باید بندازیش تو. نه این کوله پشتی خیلی اگه عزیزه برات نمیتونم داخل این. انشالله همیشه همینطور باشه. آمین. اما من فقط 25 تا دارم. میدونم. میتونی با همون 25 تا انجامش بدی؟ نه همونم لازم نیست. تو صبونه خوردی؟ نه هنوز نخوردم. بیا برات صبونه بخرم. الله به برکت بده و بهت. مهمون منی. ممنونم. لازم من نیست. خوشحال میشم برات صبونه بخرم. الله بهت برکت و اگه دوست داشتی بیا خونمون، در خدمتیم. الله حفظت کنه. وقتی اوضاع بهتر شد میام دیدنت که با هم صبحانه بخوریم انشالله. و البته تو هم مهمان من بشی. به امید الله. تو خیلی دست و دلبازی هم. الله حفظت کنه.
من آدمایی رو دیدم دست و دلبازتر از خودم، خیلی زیاد. وقتی پول داشتم و اوضاعم بهتر بود. من سال 92 اومدم ارمی. الله به مال داد. قبلا پول داشتی؟ آره، وقتی دانمارک زندگی میکردم. به مردم پول میدادی؟ بله میبخشیدم و به کارم افتخار میکردم، اما مردم بهم میگفتن تو اشتباه میکنی. نه اشتباه نکردم. پرسیدم چرا؟ گفتم به جاش برای خودت اینجا یه مغازه میخریدی. هنوزم هست، 150,000 تا قیمتش بود. یه مغازه تو محله تایراوا و بالاش هم یه طبقه خونه بود. من از محله تایراوا هستم و دوستشم دارم. من گفتم یعنی شما اومدی اینجا و همه پولتو دادی به پاپا؟ بعدش برگشتم دانمارک. تو ایستگاه قطار کوپنهاگن کار میکردم. ماشاءالله. 40 تا 45,000 کرون دانمارکی حقوق میگرفتم. الحمدلله پول خوبی در می آوردم. چه آرزویی داری عمو؟ چی دلت میخواد؟ آرزوی من؟ آره. چه آرزویی داری؟ آرزوم اینه که بچه‌م هیچ وقت مثل من محتاج نشن، مثل من رنج نکشن، درسشون رو ادامه بدن و هر کی در خونم زد دست خالی بر نگرده. به نیازمندای واقعی کمک کنم، چون بعضیا صادق نیستن. به هر کسی که واقعا محتاج باشه کمک کنم. بعضیا 3-4 تا خونه دارن و خودشون تو خونه ی اجاره زندگی میکنن و میگن به خدا ما مستاجریم. شما الان مستاجری؟ نه. خونه مال خودته؟ نه. پس چطوره؟ خونه من چند تا دیوار بلوکه که یه سقف نایلانی داره. امسال یکی بهمون قول داد برامون سقف بسازه. ساخت؟ نه، دولت بهش اجازه نداد چون اونجا مجوز ساخت نداره. پس توی یه خونه غیرقانونی زندگی میکنی؟ بله همونجا. خودت هم کفش واکس میزنی و بچه ها؟ بله. 2 تاشون مدرسه میرن و یکیشون هم کوچیک و شیرخواره. همسرت کجاست؟ خونه. روزی چقدر درآمد داری؟ بستگی داره. خب یعنی برای یک ماه کافیه؟ چی؟ یه ماه؟ اگه بتونم نیازهای روزانه خانواده‌م رو برطرف کنم خدا رو شکر میکنم. اگه بتونم، اگه هم نتونم البته همیشه هست. همسرم هیچ وقت اعتراض نمیکنه. این لطف خداست. وقتی همسرت پشتیبانت باشه همه چی خوب پیش میره. درسته. اما اگه همسرم آدم اهل زیاده خواهی باشه، همسرت بهت کمک میکنه؟ اون سواد نداره. نه منظورم اینه که خواسته های زیادی داره یا درک نه میکنه؟ نه اگه روزانه غذای واسه خوردن داشته باشیم خدا رو شکر میکنه. واسه هر وعده غذا خدا رو شکر میکنه. این نعمت خداست. خب امو میخوام یه چیزی بهت بگم. من واقعا دوستت دارم. ممنونم، لطف داری، نظر لطفته. کلامت و دیدت به زندگی قشنگن. الله مشکلاتتو آسون کنه برای همه انسان. عمو جان میشه این کوله پشتی که تمیز کردی و باز کنی لطفاً؟ با این زیپش. این یا این؟ نه اون یکی. این؟ آره یکی یه بار بهم گفت که لذت بخشیدن بیشتر از لذت گرفتن. این چیه؟ و این هدیه مال شماست. میتونی باش خونه بگیری و نیازهای بچه‌هاتو برآورده کنی. میتونم اینو خونه ببرم؟ بله. و یه خونه جدید بخرم؟ میتونم؟ چون جایی که الان هستم دولت هر لحظه ممکنه بیاد و ما رو بیرون کنه. هر لحظه. عمو جان قیسو که توی تلویزیون دیده بودی میشناسی؟ نه ولی در موردش من شنیدم. همون قیسم.
میگن نمیذاره هیچ کس صورتشو ببینه. اما تو الان دیدیش. من میخوام باش عکس بگیرم اگه نمیترسه و اگه میترسه نه، مسئله ترس نیست. میفهمم. من فکر میکنم خوبی نیازی به چهره و تصویر نداره. همه میتونن خوبی کنن. خوبی کردن یه اصله. اگه صورتمو نشون بدم پیامم گم میشه. قیس یه نفر نیست، همه ما قیسیم. تو یه روز آرزو کردی قیس بیاد پیشت و حالا اون اومده و این هدیه خداست برای تو. هدیه تو بردار. من با این پول چی میتونم این بخرم؟ یه هدیه است که الله برای تو و فرزندانت فرستاده. این رزق توه و هر چی بخوای میتونی باهاش بخری. به جای واکس زدن یه کار دیگه شروع کن که مجبور نباشی بیای تو خیابون بشینی و اول صبح از خونه خارج بشی. الله هم کمکت میکنه. با این پول میتونی برای خودت یه زندگی بهتر بسازی. لطفاً پولو بردار و پیش پولو نگه دار تا من بتونم کوله پشتیمو بگیرم و برم. کوله پشتی عزیزی که تمیزش کردی. عمو جان تو الان میتونی شغل رو رها کنی و یه کار جدید شروع کنی. شغل؟ میتونی مغازه باز کنی. من قبلا مغازه داشتم، فروختمش. مغازه داشتی؟ بله، مغازه زیورالات. چرا مغازه زیورالات رو باز نمی‌کنی و ادامه نمیدی؟ خب این پول کافی نیست. اگرم کافی نبود بازم بهت پول میدیم تا بتونیم مغازه بگیری. بازم پول میاری. شما میگین کجا مغازه بگیرم؟ ما کمکت میکنیم انشالله. اما به یه شرط. الله بهت برکت بده. بیا یه قراری بذاریم، این که تو دیگه نیای اینجا کفش واکس بزنی و الله بهت برکت و عمرت طولانی بده. ممنونم آقای قیس، خیلی خوشحالم که دیدمت. همین، الله دوباره بیاردت. حتما واسه دیدنت میام. تو مغازه جدیدت هم میام. خب نمیدونم باید ما کجا کمکت میکنیم باشه. یه جایی انتخاب کنی و همه کاراتو انجام بدیم که دیگه مجبور نباشی بیای اینجا. این کفش مردونه رو واکس بزنم میرم خونه. کفش مردونه؟ بله، بعدش میرم خونه و استراحت میکنم و منتظر راهنمایی شما میشینم. انشالله. بگذار قبل از رفتنت بغلت کنم. الله حفظ. خدا والدین تو بیامرز و امثالتو زیاد کنه. من 3 سال کمپ پناهجوهای دیباجه زندگی کردم و بعد که تصمیم گرفتم از کمپ بیام بیرون، افسرای یون بهم گفتن رشاد تو اینجا سمبل کردها هستی، چرا میخوای از کمپ بری؟ بهشون گفتم بچه‌ام گرسنن. انشالله دیگه گرسنه انشالله. به شما هم همینطور. مردم به هم کمک میکنن و خوبی هنوز هم وجود داره. ممنونم. الله حفظتون کنه.